بعضی وقتا آدم فکر میکنه که همه چیزش تموم شده. توی انیمه وینلند ساگا تورفین تقریبا همه چیزشو از دست داد. سالها فقط واسه انتقام زندگی میکرد و تمام هدفش رسیدن به همون روزی بود که بتونه انتقام پدرشو بگیره. اما وقتی به اون نقطه رسید فهمید که چیزی واسش باقی نمونده. خیلیا توی اون لحظه تسلیم میشن، اما تورفین تسلیم نشد. اون تصمیم گرفت که خودشو تغییر بده، گذشتهشو پشت سر بذاره و مسیر جدیدی واسه زندگیش پیدا کنه. خب شاید الان بعضی از شما بپرسین که چرا کاراکتر کانال عوض شده. خب راستش توی این مدت خیلی چیزا تغییر کرده. ظاهر کانالو کلا عوض کردم و کاراکترم رو همونطوری که میبینین از این به این تغییر دادم، چون که حس میکردم کاراکتر قبلیم یه کمی ساده و خسته کننده است. اما این کاراکتر جدیدی که ساختم فکر میکنم که هویت بهتری واسه کانال اوتامه میسازه. حس میکردم وقتش رسیده که توی این کانال یه تغییر بزرگی داشته باشیم و راستش فکر میکنم الان این کانال بیشتر شبیه چیزی شده که همیشه دوست داشتم باشه. اما خب بازم شاید مثل قبل انگیزه نداشته باشم. شاید بعد از همه این اتفاقایی که پشت سر گذاشتیم شروع دوباره آسون نباشه، اما من این کار رو دوست دارم و به خاطر همینم پا پس نمیکشم. دوباره هم شروع میکنم. حالا اگه شما هم هدفی دارین و این روزا خسته شدین که میدونم و میدونین، اگه اسم میکنین که مسیر سخت‌تر از قبل شده، شاید وقتش برسه که یه بار دیگه بلند بشیم، چون تنها زمانی شکست میخوریم که تصمیم بگیریم ادامه ندیم و من هنوز تصمیم نگرفتم که ادامه ندم. شاید 99% شمایی که این ویدیو رو میبینین قبلا این کانال رو ندیده باشین، اما خب به کانال اوتامه خوش اومدید.